کمرم شکسته، دستم هم شکسته. بعد چه اتفاقی افتاد؟ چه فایده‌ای داره بگیم؟ فایده‌ای داره؟ اگه فایده داشت پرواز قبلی قزوین کسی یه فکری میکرد به حال هواپیماها. حالا یه شهری بدید چه اتفاقی تو اون لحظه افتاد؟ خب اعلام کردن که هواپیما داره میشینه. ما هم خب خوشحال شدیم، گفتیم به هر حال به سلامتی رسیدیم. منتها چرخ هواپیما که به زمین برخورد کرد، یه دفعه هواپیما مثل اینکه توی دستانداز بود یا به چیزی برخورد کرد، بالا و پایین رفت، با شدت عقب و جلو کشیده میشد، بالا و پایین. تمام وسایل ما از دستمون رها شد، رفت زیر صندلی‌ها. بعد ما کنار در اضطراری نشسته بودیم، در خروجی اضطراری. یکی از مهماندارا اومد سریع بازش کرد، گفت بیاین برین روی بال، از روی بال بپرین زمین. ما رفتیم روی بال، 4-5 نفری اولی که بیرون بودیم از روی بال هممون پریدیم پایین. وقتی پریدیم پایین دیگه نتونستم از جام بلند شم، مشکل کمرم اونجا پیدا شد. شوهرم پاهاش شکست، حالا یا فرهک خورد یا شکست نمیدونم. الان از همسرتون کجا؟ الان پایینن. دخترم ضربه خورد. شما دخترشون هست؟ چرا وضعیتون؟ من با سر خوردم روی زمین، از بینیم خون اومد، سرم باد کرده. الانم CT اسکن بودم، نمیدونم وضعیتم چجوریه، ولی سرم یکم گیج میره. شما یه دفعه تو اون لحظه چطور؟ شما از رو بال پریدید پایین؟ از روی بال پریدیم پایین، نمیدونستم اینجوری میشم. اون خانومی که پریدم پایین، مهماندار هیچ مشکلی براشون پیش نیومد، فکر نمیکردم اینجوری بشه. با هم دیگه 3 یا 4 متر ارتفاع بال تا روی زمین بود. مهماندار جلو پرید، ما هم پشت سرش گفت بیاین الان منفجر میشه بال. یه موقع هواپیما بعد از کنار بال هواپیما هم بنزین میریختش پایین. ما هم به خاطر اینکه یه وقت بدتر از اینی که هست نشه ناچار شدیم بپریم. وقتی پریدیم اونجوری پسرم هم پاش مشکل پیدا کرد، مادرم هم همینطوری کمرش شکسته، خانواده‌ام هم هممون مجروحیم. ولی خب چه فایده‌ای داره؟ فایده داره گفتن اینا. اما سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری درباره علت سانحه هواپیمای تهران مشهد گفت بررسی‌های اولیه صفحه رادار فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد نشون میده که سرعت هواپیمای سانحه دیده شرکت آریا هنگام نشستن بیش از حد مجاز بوده، اما از اونجا که خلبان در مدت پرواز به هیچ مشکلی اشاره نکرده هنوز علت سرعت زیاد هواپیما مشخص نیست. به گفته ایلخانی هواپیمایی که دیروز دچار سانحه شد متعلق به کشور قزاقستانه و شرکت هواپیمایی آریا قشم ایران اون رو به صورت پروازهای چارتری اجاره کرده بود. سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری همچنین با اشاره به لغو مجوز هواپیمایی آریا تور تصریح کرد مجوز این شرکت چند سال پیش هم لغو شده بود که بعدها با نام آریا قشم مجوز گرفت و با تعدادی هواپیمای فوکر 50 در منطقه جنوب فعالیت می‌کرد. ایلخانی در ادامه گفت پیش از این با وجود اون که این شرکت هواپیماهای جدید آورده بود، سازمان هواپیمایی کشوری اجازه فعالیت رو به علت بروز نبودن سیستم‌های ناوبریش به این شرکت نمیداد که پس از بروز شدن این سیستم‌ها اجازه فعالیت پیدا کردند.